درود دوباره. امروز اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم قیصر امینپور بخونیم و لذت ببریم. قیصر امینپور یه قلم حقی داره. من یه ویدیو گرفتم، ویدیو فاضلو استاد گرفتم. خب بعد یهو داشتم همینجوری مطالعه میکردم، چشم خورد به چی؟ به یه شعر قیصر امینپور که خیلی به نظرم جالب بود، ولی خب گمش کردم. چرا؟ احوال پرسیاش. من یه دفعه توی همین ویدیو فاضل از احوال پرسیای فکر کنم احوال پرسی یکیش بود استفاده کرد. قیصر امینپور خیلی جالبه. الان این احوال پرسی 2 تو کتاب گل‌ها هم آفتاب گردانند. گفت احوالت چطور است؟ گفتمش عالی است مثل حال گل، حال گرد در چنگ چنگیز مغول. اینجا همه هر لحظه میپرسند حالت چطور است، اما کسی یک بار از من نپرسید بالت. اینم درد داره. خب اینجا رو بذار بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرمایه دل درست میشه. به دوستان هنرمندشون تقدیم کردن. دستور زبان عشق کتابیه که توش من کلیات گرفتم و احتمالا اون قسمت ها رو حذف میکنم چون خیلی ویدیو رو الکی طولانی کرد. خب این حنجره این باغ صدا را نفروشید، این پنجره این خاطره ها را نفروشید. در شهر شما باری اگر عشق فروشیست، هم غیرت آبادی ما را نفروشید. تنها به خدا دلخوشی ما به دل ماست، صندوقچه راز خدا را نفروشید. سرمایه دل نیست به جز اشک و به جز آه، پس دست کم این آب و هوا را نفروشید. در دست خدا آینه جز دل ما نیست، آینه شمایید شما را نفروشید. در پیله پروانه به جز کرم نلولد، پروانه پرواز رها را نفروشید. یک عمر دویدیم و لب چشمه رسیدیم، این هر ول سعی و صفا را نفروشید. دور از نظر ماست اگر منزل این راه، این منظره دورنما را نفروشید. حسرت پرواز. این همونی بود که میخواستم براتون بخونم. این خیلی موده حسرت پرواز. دیریست از خدا از خلق دورم، با این همه در عین بیتابی صبورم. پیچیده در شاخ درختان چون گوزنی، سرشاخه های پیچ در پیچ غرورم. هر سوی سرگردان و حیران در هوایت، نیلوفرانه پیچکی بیتاب و نورم. بادا بیفتد سایه برگی به پایت، باری به روزی روزگاری از عبورم. از روی یک رنگی شب و روزم یکی شد، همرنگ بختم تیر رخت سوگ و سورم. خط می‌خورد در دفتر ایام نامم، فرقی ندارد بی تو غیبت یا حضورم. در حسرت پرواز با مرغابیانم، چون سنگ پشتی پیر در لاکم صبورم. آخر دلم با سر بلندی می‌گذارد، سنگ تمام عشق را بر خاک گورم. خیلی قشنگ بود. خودم تحت تاثیر قرار گرفتم واقعا. خب آقا این هم یه ویدیوی دیگه. امیدوارم که لذت ببرید و ویدیو ساده تمامش کردیم. من اصولا ویدیو ساده میگیرم که بخوام سنگینش کنم میشینم اونجا واسهتون بحث فلسفی میگشم، واسه دهنتون رو سرویس میکنم، ولی ما ساده پیش میریم که شما لذت ببرید. خسته نباشید. شو خوش.